سنی 80 86 86 با خصلت‌های نیکش، با آرامی خودش، با دوستدار اولادها یک جا بودنش نچاره از دنیای روشن با غم و اندوه زنی وفادار 10 سال پیش دختری عزیزشان 1 سال پیش خودشان که 1 روز افتاد از دنیای روشن گذشته رفتند. صد حیف من همون روزی لوایا فهمیده این آدم یک قدو بستی بلند و پیش شیمون و فوق خودشون یک آدم هایی به معنی اولادی بزیم مرد بگه باشون می سادگی به این دنیا اومده، نیکی های بسیار میکردگی، خلق باید دوستداری خلقشون سو می آمد. این میشبه ها من داویده که باشن، من اسم ایلوشه جان شوری جان ایلوشه منقطی 24 مثل تاشکند سمرقند رفتنشون در کار بود. ازرا که حکیم یک حال نمیدونم چی میشد، من نمیرم آتش برای آدمی آدمه، گرچنده این آدم باز یکی 6 روز 15 روز زیاد عمر دیدن، لیکن وظیفه دادریه دوستیه از یک پدر و مادر شدگی اکو کدیه باید مرد دیگه همین آدم خودشون رو نشان دادن. من به خاندان همین آدم در آمده تربیه فرزنداش دیده، چند سال بیزن گشته با فرزندها همین ها نسته یشی پدر کتی زندگانی کنن برای های بد نروند. این بچه ها به عمر دراز باشن، هم باشن تو راهان، هم باشن علم حاضر زمان، از هم خبردار بچه ها. من میخواهم دون نمیرتون به جای قابل افته همین ایگیچا کدومی که این ستایی نامداری امریکا و داخلی شده حاضر کلمبیس اونیورسیته دا خونده علمیت چوقش به رسیده نستیش آدم شده برامزدیم. همچنین من داویده که هم بچه هاشون این اولاد بسیار خونده آدم ها بسیار خدا رحمت کنه اکامنون بیهوده این دنیا به نامدین خصلت های نیکشون کتین نامی نیکشون به همه به دلاشون کلف و کلید شده، به کلید های دل کلید شده، حیات خوشرو دیده از دنیا گذشته رفتن. صد حیف که به نزدشون دخترشون وفات کرد. نچاره عمر انسان سرحد داشته، دنیا در دراز، به انسان نباید گیری مادی بلکه نام نیک زیب و زینت میدهد.